خودت با صدای بلند پیشواز میگیریم او رو Друзья, встречайте! Арон Ахшон! خیلی خوشحال هستم که در کنار مردم مهمان نواز و با فرهنگ تاجیکستان هستم. افتخار میکنم که من ایرانی، تاجیکستانی، افغانستانی همه فارسی زدم. مدت‌ها بود که میدیدم حمایت مردم تاجیکستان و دستخوات مجازی من گفتن آقا کی میایی به تاجیکستان؟ و خیلی خوشحال هستم که در کنار شما هستم. اصلا من رو دوست می‌داری؟ لحظه ای که از فرودگاه نشستم برای اولین بار به تاجیکستان فکر کردم در وطن خودم هستم. خیلی ارزشمند. معمولا وقتی که کشورهای اروپایی می‌رویم یک حس غربت ما رو می‌گیرد، ولی وقتی که آمدم به تاجیکستان واقعا احساس کردم در وطن خودم هستم. به افتخار
خودم رو بخونم. ارزش با صورت کنم تا خونه احساس تو الان راضی بودید؟ تو جیم میخوام بکشید صدا بره خوجن، درسته؟ خوجن 1 2 3 افتخار برادرم
همه مادرها این دست بدن از ته دل با تمام وجود به افتخار مادرها دست عشقم صدایت میکنه مادرم جانم فدای چهره معصوم تو هرچه میخوایی بگو من نمیگویم به تو مادر همه یعنی گرمی افتخار پدران پدر یعنی عشق پنهانی پدر یعنی قهرمان پشت لبخند چه کردی با قلب فرزندم گذشتی از خودت تا جان میگیرم پدر من برای خستگی هایت درون دردم دورت میگردم آخه تو تکیدانی انگار هزار سال آدم ها من وقتی بهامی درون دردم دورت میگردم آخه تو تکیدانی انگار هزار سال آدم ها من وقتی افتخار پدر و مادر از همینجا تقدیم کردم پدر مادر خودم و همه پدر مادرهای دنیا
بیام بالا. بله بشو. باشه اوکی هست. ما تصمیم گرفتیم من به آرون افشار قول دادیم تو در سر جای خود بمانید. نمیخوام نظم این برنامه زیبا به هم بخورد باشه؟ کل سالان داره ویدیو میگیرم، میخوام به یادگار بماند. پس همه عزیزانی که در آخر هستید، در سمت راست، در سمت چپ، حتی برادران من که در روی استیج هستن، قبل از اینکه بخوانیم من در سبوتار تو هم بار خراب تو هم من دیوانه صدای 20,000 نفر نیست. تو میرسی از آتش چشمان توی شب به هم میریزد هر بار که میبینمت از دیدنت را دلم میریزد من با تو پر از شوقم و در حیرتم از پیشم چرا؟ مردم تاجیکستان، مردم ایران، مردم افغانستان چرا؟ از همه تشکر کردم جز کسی که باید خیلی ازش تشکر کنم، برادر با احساس که تمامی موزیک های من را ایشون ساخته و با توانایی زیادش در ساخت موسیقی و باعث احساس زیادش باعث شد. یادته گفتم یک روزی اوایل که موسیقی ساختیم گفتم یه روزی میریم تاجیکستان، یادته؟ چی؟ ما به عشق شما هم همه آمدان ساختیم. افتخار خودتون. اگر تا الان اصلا دروغ نمیخوام، اگر واقعا تو الان در کنسرت آرون افشار که شما خوش گذاشته دوباره بیام تاجیکستان به افتخار برادر با احساسم همه میشناسید اسمش چیه؟ معینه محسن خاش از شهر بندرعباس ایران. محسن خاش دست بزنیم به افتخارش و به افتخار قلب موزیک ما وحید آذریان نوازنده درامز
تشویق میکنیم؟ من قهر میکنم نامی افتخاری آرون آفشار. افتخار دوست عزیزم پدرام عزیزی دست خوشگل بزنید. حالا نوبت منه. به افتخار آرون افشار. دوست داریم چند لحظه کاملا سکوت رو رعایت کنیم. آرون بدون میکروفون براتون بخونه. فقط خواهش میکنم هیچ صدایی نباشه. لطفاً. بسنی سرکم آبینم خانه خرابی تو هم نیمه ای پینهانینا
شامل خوش Ну что ж, Артур, давай все-таки следующего исполнителя представим еще раз один. ولی که واقعا بعد از اینی که در تلویزیون رو میگردی و پس از اون باز سرانگی رو پیشتر
полномасштабного дар сахнаи фестивали тобистонаи Душанбе Куколка таджикской страны. аз Париж беҳтар аст Душанбе. Это правда, это правда. Друзья, до Аруна Афшара остается совсем но сейчас на эту сцену выйдет исполнитель, который в своих песнях также признается в любви к городу Душанбе. Он говорит, что Душанбе ему как Париж. Душанбе мадаранги Парижа.